میکنیم با دوستداران محفل ظریفان، آنهایی که امروز به این تالار بسیار زیبا آمدند خوش آمدند و با افتخار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر مسئولان کاخ امروز طول چند وقت است در این تالار زیبا محفل ظریفان جریان دارد و باعث ذکر است که محفل ظریفان با افتخار روز کنستیتوسیون کشور و اعلام گشتن سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده است. امروز طبق وقت معین گشته مهمان امروزه ما هستند دستاندرکاران مؤسسه تعلیم رقمی 8 شهر باختر. این دسته عنوان گرفته است ما پیروان پیشوای ملتیم و در واقع امروز از این تالار احساس می شود که دسته دعوت شده با یک آمادگی خوب به این تالار حاضر شدند. حالا برای دسته ما پیروان پیشوای ملتیم اعضای حکمان را آشنا می سازیم. رئیس کمیسیا تانی که بعد چند لحظه وارد می شوند در جایشان حسین امید حاضر هستند. دیرکتور مرکز فرهنگی جوانان شهر باختر استاد عثمان بلالی شاعر صدر شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ختلان سعیدزاده آتخان آمدن برایشان ترکیب زیبا و رحمانزاده فضل‌الدین دیرکتور مکتب صنعت بچگانه شهر باختر علاجه فرهنگ جمهوری تاجیکستان. معلمه عزیز ما را همراهی می سازند عبدالجبار و گلداران نماینده شعبه معارف شهر باختر زیبا. بازم همه شما را به این محفل زیبا خیر مقدم میگیم و حالا میخواستم شرطهای آزمان را برای دسته دعوت شده آشنا سازیم. محفل ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول این سلامنامه است، از 5 تا 7 دقیقه امکان داده است. شرط دوم سنت حجبی، شرط سوم این تقلید است، شرط چهارم رقص گروهی و شرط آخرین محفل زیبای ظریفان این پیشنهاد فرهنگ لباس پوشی است. بعد دسته ما پیروان پیشوای ملتیم دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقمی 8 شهر باختر بالا رو خوانیم برایشان ترکیب زیبا روی صحنه اشان میخونیم. دیاری گرد جمعندی ما بابتی ما سری عزیزی تو بلند و با سعادتی تو دولتی تو بگذند و با زیدونی زمان ها رسیده بزیری پرچمی تو سر کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من برای نه تو نامی ما تو از امیدی رفتگانی ما نشانه این
عزتمند اکنون لحظه فرا رسیده است که یک به یک شرط های محفل ظریفان را روی صحنه بخوانیم برای اجرایشان دسته دعوت شده را. حالا برای اجرای شرط اولی محفل زیبای ظریفان این سلامنامه است. استقبال میگیم دسته ما پیروان پیشوای ملتی.
نگاه دارد خدا، شادمانی های قسمت را نگه دارد خدا. خون دل خورده ایم تا وحدت به دست آورده ایم، از شکستن دست وحدت را نگاه دارد خدا. آره، چونه که اساسگذار سلوادت ملی پیشوای معظم ملت هر صبحدمه برای ما یک سخن میگویند: دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه انمین دولت کنید، شکرانه انمین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن از اون محبوب دارید. زنده بود. عروسک‌های زیبا، دوستان عزتمند، واقعا محفل ظریفان در واقع روز تا روز چهره های نو را روی صحنه می آورد و بینید بالای صحنه قرطاب تاجیکی، چالاب تاجیکی آماده است. بینید این زیبایی ها، اون رسم آیین هایی که واقعا هم ملت تاردار تاجیک از ازل صاحب آن بود، هست و خواهد ماند. بازم به دسته ما پیروان پیشوای ملتیم، برار خواهان هستیم و اگر آماده باشد بخش غیر کنکورسی این دسته با خرسک‌های زیبای سوم نگیریم. بخش غیر کنکورسی دسته ما پیروان پیشوای ملتیم. دوستان عزتمند، اینک رو به جانب اعضای حکما میاریم برای آنه که دسته ما پیروان پیشوای ملتیم بخش اول را اجرا کردن. این هم باشد سلام نامه است بر همه بگذاری اعضای حکمان. 5 4 5 واقعا هم بازم ما به دسته ما پیروانی پیشوای ملتیم، بازم برای کار ان همه گونه خواهدها را خواهان هستیم و شرط دوم محفل زیبای ظریفان این صنعت حجبی است. استقبال بگیریم دسته ما پیروانی پیشوای ملتیم.